It is clear to me that we cannot prevent an Iranian nuclear bomb. برای من واضح است که ما با این ترکیب پوسیده و تباه شونده سازش فعلی مانع دستیابی ایران به بمب اتمی نمی‌شویم. سازش با ایران از هسته‌اش ناقص است. اگر ما کار نکنیم یقین می‌دانیم چه خواهد شد. در مدت کوتاه کشور حامی اصلی ترور در جهان به نزد دروازه خطرناکترین اسلحه دنیا می‌رسد. از این رو من امروز اعلان می‌کنم که امریکا از سازش اتمی با ایران خارج می‌شود. چند لحظه بعد من یادداشتی را برای برقرار کردن تحریمات اتمی امریکا به ضد رژیم ایران امضا می‌کنم. ما تحریمات اقتصادی را در سطح بلندترین ایجاد می‌کنیم. هر کشوری که به ایران در دستیابی به سلاح اتمی کمک می‌کند مورد تحریمات سختی امریکا قرار می‌گیرد. امریکا را گروگان گرفتن یا تهدید اتمی کردن امکان ندارد. ما نمی‌گذاریم که به شهرهای امریکا با خرابی تهدید کنند. ما نمی‌گذاریم رژیمی که مرگ بر امریکا شعار می‌دهد به مرگبارترین اسلحه در زمین دسترسی داشته باشد. To nuclear blackmail. We will not allow American cities to be threatened with destruction, and we will not allow a regime that chants death to America to gain access to the most deadly weapons on earth.